با این کتابا توی آزمون آیلتس نمره 8 بگیر. این یه دروغ بزرگه که ممکنه شما توی اینستاگرام یا یوتیوب از خیلی‌ها شنیده باشید، ولی نکته‌ای که هستش اینه که این کتابای کیلویی که دارن به شما معرفی میکنن صرفاً کتاب مناسب شما نیست. من نوعی به عنوان یک زبان آموز باید بدونم هدفم چیه، لولم چیه، متناسب با اونها بیام یک کتاب درست رو انتخاب بکنم. حالا من امروز اینجا یک سری نکات دارم که شما در واقع سوال‌های پرتکرار شما بود. می‌خوایم در رابطه با این سوال‌ها صحبت بکنیم تا در واقع این مسیر یادگیری زبانمون رو بهترش بکنیم. خب سوال اولی که اومدید از من پرسید اینه که من سطحم مبتدیه، با چه کتابی شروع بکنم؟ قبل از اینکه بخوایم بپردازیم به پاسخ این سوال، میخوام بهتون بگم که من یک چالشی رو دارم استارت میزنم که از امروز قراره بیشترین کتاب‌هایی که در واقع کاربردی هستن رو با هم دیگه بررسی بکنیم، ببینیم که این کتاب‌ها مناسب کی هستش. حالا تا آخر این ویدیو با من بمون، ویدیو رو حتما لایک کن، سیوش کن، با دوستات به اشتراک بذار و هر سوالی که داری رو توی کامنت ازم بپرس که قراره از امروز به تک تک یک در واقع سوالاتتون پاسخ بدم. خب بریم سراغ سوالمون. نکته اینجاست که بچه‌هایی که این سوال رو میپرسن به دو دسته تقسیم میشن. بچه‌هایی که هدف آزمون آیلتس دارن و یا بچه‌هایی که میخوان جنرال انگلیششون رو تقویت بکنن. خب حالا بچه‌هایی که جنرال انگلیش رو میخوان تقویت بکنن، در واقع توصیه من بهشون اینه که حتما با یک استادی استارت بزنید. چرا؟ چون ممکنه شما به عنوان یک شخص مبتدی اگر بخواید برید سراغ یک کتابی آزمون و خطا بکنید، دور خودتون بچرخید، تایم صرف بکنید، پول صرف بکنید، آخرش هم زده بشید بگید ای بابا من اصلا ساخته نشدم برای زبان انگلیسی. ولی نکته‌ای که هستش اینه که خب با استاد شما خیلی راحت‌تر و بهتر میتونید مسیرتون رو پیش ببرید. ولی اگر شخصی شرایطش رو نداره، پول نداره، اصلا دوست نداره با استاد پیش ببره، من میام توصیه میکنم که ابتدا بیا دایره لغتت و گرامرت رو تقویت بکن. خب ما توی بازار کتاب‌های خیلی زیادی داریم. با کدوم کتاب شروع بکنم؟ به نظر من یه کتاب خیلی خوبی که شما میتونید برید سراغش کتاب آکسفورد اسکیلز هستش که میاد در واقع هدف خاص خودش رو داره و داره به شما توی تاپیک‌های متفاوت لغت میده. پشت کتاب رو نگاه میکنم، کتاب داره به من 3000 تا لغت یاد میده و طراحی شده برای بچه‌هایی که سطحشون A1 هستش یا A2. توی کانتنتش رو نگاه میکنم، تاپیک های متفاوتی هستش. در ابتدا دستورالعمل کتاب رو میخونم، نویسنده کتاب با هر در واقع انتشاراتی که هستش اومده گفته این کتاب هدفش چیه، چی جوری باید بخونی. کتاب خیلی خوبی هستش که شما پارت اف اسپیچ های متفاوت رو یاد بگیرید. پارت اف اسپیچ چیه؟ فرمت های متفاوت یک کلمه، ورب این کلمه چیه، ادجکتیو این کلمه چیه، ناونش چیه، ادوربش چیه و الی آخر. کتاب بسیار کتاب خوبی هستش که میتونه مچ باشه با این کتاب گرامر که در واقع هر دو تا این کتاب مناسب بچه‌های مبتدی هستش که سطحشون همونطور که گفتم A1 تا A2 هستش. خب بچه‌ها، کتاب آکسفورد اسکیلز به همراه کتاب آکسفورد پرکتیس گرامر در واقع ترکیب برنده است. چرا ترکیب برنده است؟ چون این دوتا در واقع دارن بهتون پایه‌ترین لغات و گرامر رو یاد میدن. حالا بیایید با هم دیگه کتاب آکسفورد اسکیلز رو بررسی بکنیم. شاید شما اینو خیلی نشناسید ولی همتون میتونم قسم بخورم یه دونه از اینا تو خونتون دارید. من خودم با این کتابا در واقع بزرگ شدم چون این کتاب رو اصلا بچگیام خوندم زمانی که میرفتم کلاس زبان. ولی خب حالا شاید بیاد بپرسید که تفاوت این دوتا کتاب چی هستش. اول از این که خب این ادیشن دومه، این ادیشن اوله. این کتاب که ادیشن دوم هستش 100 تا یونیت داره ولی این در واقع 80 تا یونیت داره. نکته که هستش اینه که کانتنتاشون خیلی مشابه به هم هستش، خیلی تفاوت آنچنانی با هم دیگه ندارن. حالا اگه شما اینو دارید میتونید با همین در واقع خوندنتون رو استارت بزنید و اصلا کارتون رو راه میندازه. حالا برید با هم بررسی بکنیم ببینیم که توی کانتنتش چی هستش. تاپیک های متفاوت اومده بهمون داده تو این قسمت کانتنت. برای مثال اومده در رابطه با پیپل داره صحبت میکنه، بیسیک انگلیش رو داره بهتون لغت میده، دیگه ارزم به حضورتون هابیز اند اینترستس، هالیدیز و هر تاپیکی که شما توی روزمره‌تون نیاز دارید که لغات مرتبط بهش رو بلد باشید. حالا بریم سراغ درس های متفاوتش. شما اگه نگاه بکنید اینجا کتاب اومده بهتون یه متنی داده که ببینید اگر یک لغت جدیدی مانند مثلا شای توی کتاب داره بهتون معرفی میشه چطور توی جمله باید استفاده بشه. حالا این شاعر اومده توی قسمت گلاسری معنیش رو بهتون داده، به احتمال زیاد پارت اف اسپیچش رو اومده مشخص کرده، مثلا شای ادجکتیو. خب
شما اینجا دارید میبینید چطوری باید استفاده بشه. توی قسمت اسپاتلایتش هم یه سری توضیحات بیشتر در رابطه با نکات در واقع بیشتر در رابطه با لغات آورده. این از این داخل در واقع تمارینش هم همچنان داره به شما تمرین پارت آف اسپیچ میده و اینکه چطور این لغات رو بیاید استفاده بکنید، باشون سوال بسازید یا جمله بسازید. حالا در رابطه با کتاب Oxford Practice Grammar اومده از بی بسم الله گرامر شروع کرده. باز دوباره توی قسمت کانتنتش رو من نگاه میکنم. مثلا اومده در رابطه با tenses صحبت کرده، زمانهای متفاوت. اصلا اومده گفته که present simple فقط فعل بی رو بهش پرداخته. مثلا من ام و ایز و آر رو توی جمله‌ام چجوری باید استفاده کنم، چجوری باید منفیش بکنم، چجوری باید سوالیش بکنم. بعد اومده بعد از اینکه دوتا در واقع یونیت پرداخته به فعل بی توی present simple، بعد رفته سراغ present simple که حالا مثلا با regular verb ها هستش. present simple رو بهش پرداخته و بعدش هم continuous و tense های دیگه. نکات خیلی ریزی رو که بچه‌ها خیلی من میبینم مشکل دارن توی صحبت هاشون، مثلا اما ایزا رو اشتباه استفاده میکنن، حرف اضافه ها رو اشتباه استفاده میکنن یا در واقع شمارنده ها رو اشتباه استفاده میکنن. توی این کتاب شما میتونید بیسیک ترین حالتش رو یاد بگیرید. حالا سطح دیگه ای از کتاب ها هستش که اینترمدییت، بازم کتاب آکسفورد اسکیلز و آکسفورد پرکتیس گرامر. من چرا میگم این دوتا کتاب ترکیب برنده است؟ چون جفتشون از یک انتشاراتن، همونطور که میبینید جفتشون آکسفورد هستن و میتونن توی یادگیری خیلی به شما کمک بکنن. اورلپ زیادی دارن و عملا جفتشون میتونن مچ خوبی برای همدیگه باشن. دوباره این کتاب سکند ادیشن هستش، بازم فرست ادیشنش از اون نارنجی پررنگاست. 3000 تا لغت داره بهتون میده. اینو یادم رفت بهتون نشون بدم. این نارنجی پررنگ است که اینترمدییتشه. بازم این کتاب 100 تا یونیت داره، کتاب ادیشن قبلی 80 تا یونیت داره و بازم کانتنت های متفاوت. نکته خوبی که هستش اینه که کتاب های آکسفورد اسکیلز، مثلا من اینترمدییتش رو دارم، مبتدیش رو هم دارم. خب عملا میشه گفتش که این دوتا کتاب اومده در رابطه با تاپیک های یکسانی صحبت کرده. ولی اگر برای مثال اینجا من فامیلی رو دارم تو این کتاب، خب اینجا هم فامیلی رو دارم ولی لغات سطح اینترمدییت فامیلی رو این کتاب داره بهم میده، ولی این کتاب داره لغات سطح مبتدی رو بهم میده. اینجوریه که این کتاب خیلی خوب میتونه بهتون کمک بکنه اگر سطح های متفاوتش رو بخونید. کتاب بعدی برای سطح Upper Intermediate یا Advanced دوباره کتاب Oxford Skills یا در واقع Oxford Practice Grammar هستش. حالا نکته‌ای که هستش اینه که این کتاب سطحش خیلی بالا هستش، داره بهتون لغت میده، داره بهتون EDM میده، phrasal verb ممکنه داخلش ببینید. ولی نکته‌ای که هست اینه که این کتاب سنگینه. اگر شما نوعی به عنوان زبان آموز سطح‌های قبلیش رو درست و خوب خونده باشید میتونید هندلش بکنید و اونقدر واسهتون چالش برانگیز نباشه. ولی یهویی من از سطح مبتدی بیام بپرم روی این کتاب خیلی میتونه سنگین باشه و واسم چالش برانگیز باشه. حالا بچه‌هایی که در واقع میخوان که جنرال انگلیششون رو تقویت بکنن، داره لغات بیشتری داشته باشن، میتونن برن سراغ در واقع این دوتا کتاب که باز هم از انتشارات خود آکسفورد. فقط نکته که هستش اینه که خوبی این کتاب‌ها اینه که سلف استادیه. خود انتشارات به اون گندگی آکسفورد تصمیم گرفته که این کتاب سلف استادی باشه. این کتاب‌های آکسفورد اسکیلز سلف استادی نیستش، یعنی دوباره انتشارات نویسنده تصمیم گرفتن که تشخیص دادن که این کتاب سلف استادی نباشه، ولی اصولا بچه‌ها میتونن این کتاب‌ها رو هندل بکنن و به طور سلف استادی ازشون استفاده بکنن. حالا اینا رو گفتیم بخونید برای بچه‌هایی که میخوان جنرال انگلیش رو تقویت بکنن، ولی بچه‌هایی که میخواستن در واقع پایه‌شون رو تقویت بکنن بعد از یه سطحی دیگه وارد آزمون آیلتس بشن، دیگه به نظر من برید سراغ این کتاب که این کتاب خیلی داستان پشتشه. خب این کتاب از انتشارات کمبریج هستش. نویسندش هم خانم پالن کالن، نمیدونم یا پالین کالن، نمیدونم، حالا بنده خدا یه کتاب بسیار خوبی نوشته. این خانم عشق منه چون خیلی دوستش دارم. کتابایی که نوشته عالیه، خودشون نیتیو اسپیکر هستن و اگزامینرن. حالا کتابی که اومده نوشته سلف استادیه. بازم پالن جان تشخیص داده که سلف استادی باشه.
سطح کتاب مناسب برای بچه‌هایی که سطحشون B2 تا C1 هستش و این کتاب اگر شما یک بیس خوبی داشته باشید میتونه شما رو تا نمره 7 یا 7.5 پرتابتون کنه و نکته که هستش اینه که این کتاب رو من باید بجوام، برای من پاره شده. خب ترکوندم این کتاب رو انقدر که خوندم، همه جای این کتاب باید خونده بشه. علاوه بر این که اصلا کتاب چیه؟ Vocabulary for IELTS، درسته؟ علاوه بر اینکه داره بهتون لغت میده، به هر 4 مهارت شما توی آزمون IELTS speaking, writing, reading و listening پرداخته، اومده تا در واقع تکنیک های متفاوتی بهتون گفته و اصلا شما رو داره آشنا میکنه به اینکه چطور من برم امتحان بدم و نمره خوبی بگیرم، در کنار اینکه داره لغت شما رو میبره بالا. خط به خط این کتاب بسیار مهمه، حتی اودیو ترانسکریپت هایی که پشت کتاب داره باید خونده بشه. نکته که هستش بازم توی انقدر پاره شده نمیتونم بادش کنم تو قسمت کانتنت بازم این کتاب اومده تاپیک محور داره میره جلو. اوکی، تاپیک های متفاوت دوباره مانند فامیلی، ریلیشنشیپ، ادویکیشن، هر تاپیکی که شما ممکنه توی آزمون آیلتس باشون مواجه بشید رو اینجا واسهتون آورده و توی هر تاپیک هم لغات متفاوت، کالوکیشن بهتون داد. یعنی عملا این کتاب تنهایی لغت شما رو میسازه. بچه‌ها میگن من این لغاتو بخونم، خب مثلا من این کتاب بخونم، کتاب چی بخونم کالوکیشنمو خوب بکنم؟ این کتاب خودش داره بهتون یک عالمه یا اول فصل کالوکیشن میده. من همه اینو اومدم هایلایت کردم، اینقدر که نکته داره نوشتم، همش یالم اینجا نوشتم. خیلی کتاب خوبیه و اصلا آدم لذت میبره وقتی میخونه. به به، یادش بخیر اینا جوونی هم خونده. Another point should be mentioned is that این یک در واقع نکته هستش که باید حواسمون باشه و یادمون نره، اینه که آقا جان همه فکر میکنن این کتاب فقط مناسب وکبه، در صورتی که نخیر، داره هر 4 مهارت شما رو تقویت میکنه. مثلا اینجا اومده بهتون یک متن کوتاهی در ارتباط با ریدینگ داده که اولا شما رو آشنا بکنه با تاپیک هایی که شما ممکنه داشته باشید سر آزمون آیلتستون و خب در کنارش هم داره همچنان بهتون لغت میده. مثلا اینجا اومده ازتون خواسته که سینونیما رو پیدا کنید و اینها. علاوه بر این هم انتهای هر یونیت اومده یک بخش از آزمون آیلتس رو برای شما آورده به عنوان امتحان داره از شما میگیره. مثلا اینجا پارت 1 listening هستش، اومده بهتون معرفی کرده، شما تمرین میکنید و یواش یواش آشنا میشید. حالا با هم دیگه یه جمع‌بندی داشته باشیم دیگه، آخر ویدیو خسته شدم. ما امروز اومدیم به چی پرداختیم؟ کجا میبری کتابمو؟ میبره من با این کتاب بزرگ شدم. خب بگذارید. من تو این ویدیو اومدم پرداختم به بچه‌های مبتدی که چه کتاب لغت و گرامر رو با هم دیگه بخونن و اینکه این کتاب‌ها رو با هم دیگه بررسی کردیم، آکسفورد و حالا مثلا در واقع چه وکبش چه گرامرش. حالا ازتون میخوام که هر سوالی که دارید رو توی کامنت ها بر من بنویسید که من قراره به یک سوالای شما در قالب ویدیو پاسخ بدم و اینکه روزهای آتی توی پست‌های بعدی قرار بپردازیم به اسکیل‌های دیگه مانند ریدینگ یا لیسنینگ. اونا رو چیکارشون کنیم؟